خیلی مخلصیم. امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه. موضوع ویدیو قطعا میدونید چیه. این چهره پژمان جمشیدی که تیتر بازداشت پژمان جمشیدی یه تیتر خالی نبود. پشت این تیتر یک داستان طولانی، سنگین و پر از سکوت وجود داره، با صحبتایی که من با نزدیکان پژمان جمشیدی کردم، افرادی که حالا کار حقوقی رو دارن انجام میدن و نزدیک. حالا به نوعی نمیخوام من این منابع رو لو بدم کیا هستن، شاید دوست نداشته باشن چون توی ایرانن و توی ایران دارن کار میکنن. یه سری نکات جالب رو به دست آوردیم که من لازم دونستم که توی این ویدیو بگم که شاید حقیقت رو برای شما بیشتر شفاف بکنم و به نوعی پشت پرده رو برای شما روشن بکنم. پرونده پژمان جمشیدی اصلا تازه نیست، برمیگرده به 5-6 ماه پیش. تا اینجاشه که همه میدونید. تو این مدت تحقیقات پرونده به صورت بی سر و صدا ادامه داشته. این جملاتی که من میگم و تو ذهنتون باشه، بی سر و صدا. تا حدود 7 روز پیش، یه هفته پیش، هنوز هیچ چیزی به صورت قطعی ثابت نشده بوده، ولی حدود 3 ماه پیش بعد از اولین شکایت رسمی پرونده به دادگاه میره. قاضی براش قرار وثیقه صادر میکنه، وثیقه سنگین حدود 2.5 میلیارد تومان. پژمان جمشیدی هم این مبلغ رو میذاره و تا همین 7 روز پیش آزاد بوده. توجه بکنید به اعداد و تاریخ ها، دقت بکنید. پرونده مال 6 ماه پیش بوده، 3 ماه پیش میره توی دادگاه، قرار وثیقه میاد که تحقیقات پرونده آغاز بشه. تا یه هفته پیش و هفته پیش موضوع جالب تر میشه، یعنی اینجای داستان یه مقداری پیچیده تر میشه. 7 روز پیش پژمان جمشیدی میره دادگاه برای تمدید یا بررسی دوباره وثیقه. طبق روال یا قرار بوده که وثیقه افزایش پیدا کنه یا قاضی بگه که اصلا نیازی نیست، پرونده مختومش شده. اما ناگهان ورق برمیگرده، نتیجه جدید پزشکی قانونی میرسه و همون لحظه قاضی تصمیم میگیره که قرار وثیقه رو به قرار بازداشت تبدیل بکنه. یعنی چی؟ یعنی احتمالاً یه اتفاقی از نظر حقوقی یا جسمی اثبات شده تو پزشکی قانونی. حالا اون اتفاق دقیقاً چی بوده هنوز مشخص نیست، یعنی هنوز اعلام نکرد. اما اینو میدونم که پژمان جمشیدی 7 روز پیش بازداشت شده. این نکته خیلی مهمیه. پژمان جمشیدی همین دیروز پریروز بازداشت نشده، 7 روز پیش بازداشت شده و کاملا قرار بوده که در سکوت خبری باقی بمونه و هیچ رسانه‌ای اجازه نداشته که خبرشو کار کنه. ولی یهو چی میشه؟ درست وقتی که ماجرای عروسی دختر شمخانی کل فضای مجازی رو میگیره، یک بار خبر بازداشت پژمان جمشیدی منتشر میشه. یک تصادف عجیبیه این قضیه دیگه، یعنی یک برنامه‌ریزی رسانه‌ای برای انحراف افکار عمومی که به نظر من کاملا مشخصه که پشت پرده یک بازی رسانه‌ای بود. یک موج جدید لازم داشتن تا اون خبر سنگین رو بپوشونن. یه چیزی که یه چهره‌ای که حالا توی سینما ایران محبوب بوده و تا 5 سال دیگه هم فیلماش توی سینما پره، بیاد و وایرال بشه. اما خب من واقعا سعی میکنم که به این قضیه منصفانه نگاه بکنم. ما داریم در مورد یک پرونده حقوقی صحبت میکنیم، نه یک شایعه اینستاگرامی برای جذب فالوور و نمیدونم لایک و ویو. یک پرونده حقوقیه و قبل از هر قضاوتی باید یه چیزی رو یادمون نره. تو جامعه امروز ما متاسفانه ما داریم به سمت زن ستیزی میریم. حالا با هر ماجرایی سری میگیم که حالا من خودم هم ممکنه این کارو بکنم، اما خودم شاید اشتباه بکنم. میگه آره معلومه دیگه، مثلا دختره دلش هم بخواد با سلبریتی میره، اگه نگفته بود لابد مثلا دنبال فلان و پول و چه اینا چنا. یعنی حالا خودم هم شاید تکرار کرده باشم، مثلا پژمان جمشیدی دست رو هر دختری بذاره نه نمیگه. یعنی به نظر من این جمله هم که من گفتم اشتباهه. ما
باید اشتباه خودمون رو تصحیح بکنیم و درست بکنیم. ما حق نداریم شأن هیچ دختری رو پایین بیاریم. بله ممکنه توی این پرونده عددهایی مثلا 50 میلیارد تومان یا اخاذی هم مطرح بشه، اما واقعیت اینه که وقتی قرار وثیقه به قرار بازداشت تبدیل میشه، یعنی پزشکی قانونی یک چیزهایی رو تایید کرده. حالا آیا واقعا تجاوز بوده؟ نه لزوما، چون طبق اطلاعاتی که از تیم حقوقی که برای این کار رو انجام میدن به دست ما رسیده، این دختر حالا میشه گفتش که 18-19 ساله که حالا اسم فامیلش هم بماند، به خونه پژمان جمشیدی رفت آمد داشته، ماشین سانتافه داشته و ظاهرا رابطه‌ای آشنا و مکرر بینشون بوده. یعنی یه چیز پیچیده تر از اون چیزی که مردم حالا توی توییتر می‌نویسن یا توی اینستاگرام و جای دیگه. یعنی باید به نظر من فرق بذاریم بین اتهام، رابطه شخصی و جرم. پژمان جمشیدی ممکنه مقصر باشه، ممکنه قربانی یک بازی رسانه‌ای باشه، ولی تا وقتی حقیقت روشن نشده هیچ کس به نظر من حق نداره که این قضیه رو قضاوت بکنه. حالا اون ادعای اون دختره بوده. من حتی دیروزم در ویدیویی که منتشر کردم به صراحت کلمه ادعا رو با همین اکسنت و با همین لحن اومدم عنوان کردم و واقعا باید از خودمون سوال بپرسیم چرا هر بار که یک پرونده سنگین علیه یک شخص قدرتمند یا با وابستگانش اتفاق میفته، یک پرونده جنجالی تر از دنیای سلبریتی ها میاد وسط. و به نظر من این اسمش تصادف نیست، این مدیریت افکار عمومیه و مردم دیگه اونقدر هم ساده نیستن که با یک تیتر زرد از اصل ماجرا پرت بشن. واقعا من نمیدونم ته این پرونده چی در میاد، اما یه چیزی رو مطمئنم، این بار مردم دقیق تر دارن نگاه میکنن، هم به قدرت، هم به رسانه، هم به خود سلبریتی ها. و این شاید بالاخره جامعه رو داره به یک سمتی هدایت میکنه که یاد میگیرن هیچ کس مقدس نیست، ولی هیچ کس هم قبل از اثبات اون اتفاق مجرم نیست. اما خب این وسط افراد زیادی هم اومدن اظهار نظر کردن. مثلا نگار فرهمند، همسر سابق پژمان جمشیدی، نمیدونم با عکس دستگل و خنده اومد و گفتش که زمان همه چیز رو قاضیه و حتی امروز هم یک استوری رو منتشر کرده بود و یک شخصی ازش پرسیده بود که نگار جون، من دوست خانوادگی مشترک دارم با تو و در جریان خیلی از چیزها هستم و گفته که عزیزانم، من نیاز به اثبات خودم در برابر ادعای بی سند و مدرک و سطح پایین و خال زنکی نمیبینم. برام خنده‌داره بخوام پاسخ بدم. من وارد این بازیایی که فقط برای جذب فالوور و ویو و پول گرفتن هستش هرگز نمیشم. ترجیحم اینه که مثل همیشه صبر و سکوتم رو ادامه بدم و به زندگی خودم برسم. توصیه‌ام من به شما اینه که ذهنتون رو، وقتتون رو صرف هر اخبار و موضوعی که وایرال میشه و تو زندگی شما هیچ تأثیری نداره نکنید. زندگی هر کسی هزاران بار بعد مختلف داره که شما باید یک عکس و تیتر و خبر نمیتونید با یک عکس تیتر مثلا قضاوت و تحلیلش بکنید. پس قضاوت رو به خدا بسپاریم و به زندگیمون ادامه بدیم. عزیزان، شمایی که خانم نگار فرهمند میگی که من دنبال فالوور نیستم، سلطان شما دیروز تا الان 70,000 تا به فالوورات اضافه شده. شما همون کسی بودی که نیم ساعت بعد از خبر وایرال شدن بازداشت پژمان جمشیدی اومدی دستگل گذاشتی با خنده، اومدی گفتی که قضاوت کننده نمیدونم خداست و دستشون رو میکنه. عمه من که اینا رو نزده، شما زدی. شما خودت دنبال فالوور بودی. حالا بماند اون ماجرای نمیدونم رابطه دوستی شما با مدلل و نمیدونم یه شخص دیگه ای که این وسط مسطا بوده و نمیدونم آیه سیفی و حالا اینم رفتی وسط یه ریلی هم زدی با این پسر عرب تو امارات. حالا تو بکن، حالا ما کسی کاری نداره تو این قضايا. ولی میخوام بهت بگم که شما خودت بیشتر از بقیه دنبال حاشیه پژمان جمشیدی بودی و تو ویدیو قبلی هم یادم رفت اون خونه‌ای که شما گفتی من 5 تا سکه گرفتم، پس اون خونه‌ای که توی آنالیا گرفتی چی شد؟ پس اون خونه‌ای که تو یونان گرفتی چی شد؟ اون خونه‌ای که تو
قبرس گرفتی چی شد؟ اون طلاهایی که تو ایران گرفتی چی شد؟ حالا دیگه عجبه میخوایم بگیم بله خنده داره. میدونی داستان چیه؟ داستان که من از یه زاویه دیگه شما رو میشناسم، ملت از یه زاویه دیگه شما رو میشناسن دیگه. شما به نظر من کشش نده این ماجرا رو، برای مجبور میشم مثل چیزایی رو بگم که نباید بگم. اما پرونده پژمان جمشیدی اون چیزی که مشخص هستش پیچیده تر از این حرف هاست و احتمال زیاد تا روز شنبه یا یک شنبه در بازداشت خواهد بود. گویا قاضی پرونده یک لج ریز نرم از بغل با پژمان جمشیدی کرده و فردا که پنجشنبه است، پس فردا هم جمعه است، میخوره به 2 روز تعطیلات و شنبه احتمالاً بتونن یک وثیقه سنگینتری رو برای پژمان جمشیدی ببرن که بتونه از سویت یا اصطلاحاً انفرادی بیرون بیاد، وگرنه بعد بره به بند 3 زندان قزلحصار، بند متجاوزان و کسایی که قاتل هستن و امیدوارم که بالا شرایط جسمانیش هم خوب باشه، چون به هر حال پژمان جمشیدی معتاده و نرسیدن مواد بهش اذیتش میکنه، واقعیتی که باید گفته بشه. ولی اون چیزی که مشخص هستش قاضیش باش لج کرده. خود نگار فرهمند، نگار جان شما موقعی که با پژمان بودی، اینم بگم نمیدونم چرا یادم میاد، شما موقعی که یادت مست میکردی تو مستی میگفتی من پژمان رو دوست ندارم و پژمان کلی تو رو دوست داشت. اینو حداقل من میدونم، حالا لابلاش نرمز بغل شیطنت هم میکرد، خیانت هم میکرد، اما تو رو هم دوست داشت دیگه. اینو خودت هم میدونی، برات هم حسابی خرج کرد و تو آدمی بودی که با اینکه میدونستی پژمان برات داره خرج میگفتی حالا دیگه شیرفلک نفت بازه دیگه، بذار ما بریم. حالا نکته مهم این ویدیو این بود، پژمان جمشیدی 48 ساعت پیش 24 ساعت پیش بازداشت نشده بوده، 6-7 روز پیش بازداشت شده بوده، اما الان خبرش وارد شده بوده. و نکته دیگه این که نرفته بودن پژمان جمشیدی تو خیابون بهش دستبند بزنن بگیرنش. این پرونده مال 3-4 ماه پیش بوده، قرار بازداشت به وثیقه تغییر پیدا کرده بوده 6 ماه پیش. حالا قاضی 6-7 روز پیش تصمیم گرفته بوده که اصطلاحاً وثیقه رو به بازداشت تغییر بده. شما رفتی تو دادگاه گفتن آقا بفهم برو تو سویت فعلا تا پروندهت ببینیم داستانش از چه قرار بوده. خبر موقعی که شمخانی رو ویدیوش وایرال شد اومد و جنجالی شد. این اصل داستانی بودی که بعد بهش میپرداختیم. در صورت باز اگه جزئیات جدیدتری به دست من برسه من ویدیوشو میگیرم برای شما میذارم، در تماسم، چیزایی که حالا ما مطمئن نشیم یا دقیق نباشه و اتفاقاتی که ممکن تو چند ساعت آینده بیفته، تماسای تلفنی که من میگیرم با آدمای مختلف و منابع مختلف، سعی میکنم که اطلاعات رو گردآوری بکنم در قالب یه ویدیو بذارم در کانال یوتیوب شما ببینید. حتما کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. خیلی مخلصیم، چاکریم.